اتکلون سازی جهان بتونن به راز ماندگاری عطر مشهدی پی ببرن. موندگاری زیادی عطر سمه. سلام. شاید خیلی وقتا براتون پیش اومده فکر کنید یه عطری که میخرید چون موندگاریش کمتر از عطرهای دیگه است فیکه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. اتفاقا عطرهای اورجینال مثل کلید اونتوس که برند سلطنتیه و کلی تجربه پشتشه موندگاری زیادی ندارن و موندگاریشون استاندارده. حالا یه سری وقتا هست شما از عطرهایی مثل هاوایی و اینا استفاده کردین، خب اینا غیر استانداردن. فکر نکنید این هاوایی چون یک هفته بوش میمونه خیلی خوبه، خیلی اورجیناله. قیمتش هم 180 90 هزار تومانه، نهایتا 200 هزار تومان. پس یه دلیلی داره که این اتکلون 9 میلیون قیمتشه، این 200 هزار تومان قیمتشه. اگه به موندگاری بود عطر مشهدی قیمتش از همه عطرها بالاتر. آستینت بزن عطر مشهدی رو دیگه باید قطع کنی، آستینو بوش نمیده. پس اینو یادتون باشه، موندگاری عطر هیچ ربطی به قیمت و برند و اورجینال بودنش نداره. نمیگم اصلا نباید بمونه، ولی اصول موندگاری عطر 8 ساعت تا نهایتا 24 ساعت، دیگه خیلی غلیظ باشه 48 ساعت ته تهشه. پس اینکه بیش از حد میمونه اتفاقا باید به اون عطرت شک کنی. معنیش اینه که توش مواد شیمیایی داره که برای ریه و مغز و قلبت ضرر داره. مرسی که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودین. این ویدیو رو بفرستید برای اون دوستانی که سلامتیشون براتون مهمه و حتما سیوش کنین که بعدا بتونین ببینین به دردتون میخوره. نکته بعدی که اگه اولین بار دارین ویدیو پیج ما رو میبینین حتما پیجمون رو فالو داشته باشید.